نحوه عرقگیری سنتی با دیگای سنتی رو امروز انجام بدیم. در مرحله اول گیاه و کلیه مواردی که بخوایم عرقگیری کنیم رو داخل دیگ میریزیم. بعد به اندازه کافی اون آبی که باید بهش اضافه کنیم برای جوشیدن اضافه میکنیم. ما الان این آب رو ریختیم اینجا، بعد گیاهش هم ریختیم. بعد این در دیگ رو میبندیم به این نحو و دستک رو میذاریم روی این و زیرش رو روشن میکنیم. بعد از نیم ساعت این دیگ در حالت جوشش میاد و این بخاری که از این جوشش میاد بالا از طریق این لوله ها میاد توی دستگاه به نام کندانسور. کندانسور بخار رو تبدیل به مایع میکنه و عمل تقطیر انجام میشه. وقتی عمل تقطیر انجام شد از این لوله ها دوباره میاد پایین و داخل تانکر جمع آوری میشه به این نحو.